این یکی از ترسناکترین پرونده های واقعی تهرانه. سال 1400 ماموران پلیس برای پیدا کردن یک سارق وارد یک خونه در جنوب تهران میشن، ولی چیزی که داخل اون خونه دیدن اصلا قابل تصور نبود. داخل یکی از اتاقها جسد یک دختر جوان پیدا شد، اما ماجرا همینجا تمام نمیشد. پلیسا داخل خونه دو دختر دیگر را هم پیدا کردند که داخل یک کمد دیواری حبس شده بودند. تحقیقات نشون داد متهم اصلی بعضی از دخترای آسیب پذیر و فراری رو با وعده کمک و سرپناه به اون خونه میکشونده، ولی بعد از اون دیگه راه فراری نداشتن. این خونه از بیرون شاید مثل هر خونه معمولی دیگه ای بود، اما پشت درهای بستش اتفاقایی افتاده بود که مدت‌ها هیچ کس ازش خبر نداشت. و ترسناکترین بخش ماجرا اینه که راز این خونه نه با شکایت همسایه‌ها، بلکه کاملا اتفاقی و وقتی پلیس برای پرونده دیگه ای وارد شد پیدا شد. شما نظرتون